سلام، وقتتون بخیر. من یه بانوی 64 ساله هستم که امروز با دسر کدو هستم در خدمتتون. کدو یکی از سبزیجات بسیار پرخاصیته که در سبد غذای ما ایرانی ها خیلی کم پیدا میشه. حالا ما اینو بخوایم به صورتهای مختلف درست کنیم که نسل جدیدم با این سبزیجات خوب آشنا بشن و از خاصیت اون بهره مند بشن، خیلی باید تلاش بکنیم. یه دونه از دسرهای خیلی خوشمزه‌ای که هست برای کدو اینه که کدو رو ما میذاریم میپزه و ازش استفاده میکنیم. این کدو رو به این صورت بیشتر در گیلان مصرف میکنن و حالا با پلوش و یا خورشش هم بیشتر در مازندران مصرف میکنن. من برای این دسر از یک کدوی گردندار استفاده کردم که از گردنش که جای سفتشه استفاده کنم. از جای دیگهش هم میشه به نوعی دیگه استفاده کرد. کدوها رو که گذاشتم توی ظرف، حالا من از گمج استفاده کردم، تو هر ظرفی هم امکان داره درست بشه. گلاب ریختم توش به اندازه 1 لیوان. شعله گاز رو کم کردم، گذاشتم آروم. این کدوی خاصیتش اینه که باید تا آبش کشیده بشه و به تعدیق برسه. بعد برای تزیینش هم حالا شما هر جوری میتونید استفاده کنید. من تو این کدو نه از روغن استفاده کردم و نه از شکر استفاده کردم. این خود همون کدویی که خالی با گلاب پخته شده. بعدم برای تزیینش میتونه از بستنی خیلی به کدو میاد، خیلی خوشمزه میکنه. حالا بعضی دارچین میریزن ولی من چون خودم طعم کدو رو خیلی دوست دارم، از دارچین و زنجبیل اینا استفاده نمیکنم. اکتفا میکنم به موز و